from the coasts of the Caspian Sea to the Persian Gulf. You're giving thanks for your blessings and looking ahead. خلیج فارس اصلی ترین نامی است بر جای مانده از کهن‌ترین منابع که از سده‌های پیش از میلاد در همه زبان‌ها و ادبیات جهانی استفاده شده است. اگرچه این آبراه در همه متون تاریخی و جغرافیایی خلیج فارس نامیده شده، با این حال این نامگذاری از دهه 1330 مورد چالش واقع شده است. خلیج فارس از هزاره قبل از میلاد تا کنون از نام و نشان فارسی و ایرانی برخوردار است. این دریا که از سند و کرمان تا فارس ادامه دارد و به گناوه، سیراف و آبادان ختم می شود، در میان همه سرزمین ها با نام فارس خوانده می شده. زیرا مملکت فارس از همه کشورها آبادتر و پیشرفته تر بوده و پادشاهان آن همه کرانه های دور و نزدیک این دریا را تحت کنترل خود داشتند. دریانوردی ایرانیان در خلیج فارس 500 سال پیش از میلاد مسیح و در دوران سلطنت داریوش اول آغاز شد. داریوش نخستین ناوگان دریای جهان را به وجود آورد. کشتی‌های او رودخانه سند را تا کرانه‌های اقیانوس هند، دریای عمان و خلیج فارس پیمودند و سپس شبه جزیره عربستان را دور زده و تا انتهای دریای سرخ رسیدند. او برای اولین بار در نزدیکی کانال سوئز فرمان کندن کانالی را داد و کشتی‌هایش از طریق همین کانال به دریای مدیترانه راه یافتند. در کتیبه‌ای که در محل این کانال به دست آمده نوشته شده: من فارسی هستم، از فارس مصر را گشودم. من فرمان کندن این کانال را دادم، از رودی که از مصر روان است به دریایی که از فارس آید. این سند به عنوان نخستین مدرک تاریخی موجود حقانیت نام خلیج فارس را به وضوح نشان می‌دهد. در همه نقشه‌های کهن که دریای جنوب ایران و شبه جزیره عربی را در بر گرفته، نام خلیج فارس و معادل‌های آن ثبت شده است. یونانی‌های باستان از جمله بطلیموس این خلیج را سینوس پرسیکوس که همان خلیج فارس است نامیدند. از آنجا که این نام برای نخستین بار در منابع معتبر تاریخی که غیر ایرانیان نوشتند آمده، هیچگونه شائبه نژادی در وضع آن وجود ندارد. استرابون، جغرافیدان سده نخست میلادی، به کرات در کتاب خود از خلیج فارس با لفظ پرسیکون کایتاس نام برده که معادل خلیج فارس است. همچنین فلاریوس آریانوس، دیگر مورخ یونانی، از این خلیج به نام پرسیکون کیت که چیزی جز خلیج فارس نیست نام میبرد. 60 مفسر قرآن در تفسیر 6 آیه قرآن از بحر فارس به نوعی سخن گفتند. دست کم یک حدیث محکم از پیامبر اسلام به بحر فارس اشاره شده است. حدیث معروف به جساسه: آن دجال دریایی در بحر فارس و روم وجود ندارد. در 75 کتاب مهم اسلامی شامل تفاسیر مشهور قرآن، کتاب‌های حدیث معتبر، صحاح ششگانه و کتاب‌های تاریخی، نام بحر فارس و خلیج فارس ثبت شده است. اعراب مسلمان به غیر از نام بحرالفارسی و خلیج فارس هیچ نام دیگری را برای این دریا به کار نبردند. این اسم حتی از طرف حکومت‌های ایرانی، ترک و عربی که در 1200 سال بعد منطقه را تحت سلطه خود داشتند مورد احترام قرار گرفت. تا اوایل دهه 60 میلادی
اثری از پسوند عربی برای خلیج فارس در هیچ رسانه‌ای وجود نداشت. حتی جمال عبدالناصر در سخنرانی‌ها و مقالات خود خلیج فارس را به کار می‌برد. احنا مع القومية العربية مجتمعة من المحيط الأطلسي إلى الخليج الفارسي. اصطلاح خلیج عربی برای نخستین بار در دوره قیمومت شیخ نشین‌های خلیج فارس و از طرف یکی از نمایندگان سیاسی انگلیس به نام رودریک اوون انجام شد. او در سال 1958 در کتابی به نام حباب‌های طلایی در خلیج عربی نوشت: من در تمام کتاب‌ها و نقشه‌های جغرافیایی نامی غیر از خلیج فارس ندیدم. اما در چند سال اقامت در سواحل خلیج فارس متوجه شدم که ساکنان ساحل عرب هستند. بنابراین ادب حکم می‌کند که خلیج را عربی بنامیم. اولین رهبر عربی که نام خلیج عربی را به کار برد عبدالکریم قاسم بود. این اقدام او که فردی ضد ایرانی بود مورد اعتراض ایران واقع شد. اما بعد در کویت و مصر نیز این واژه جعلی رایج شد و امروزه کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس این دریا را خلیج عربی و در شمال آفریقا بیشتر از واژه خلیج استفاده می کنند. اما هنوز هم بعضی مورخان معاصر عرب همانند مورخان قدیم خلیج فارس را به کار بردند. ایرانیان بر این باورند که تغییر نام خلیج فارس با انگیزه سیاسی و از روی تعصب قومی به کار می رود و اقدامی خلاف حقوق بین الملل و کنوانسیون‌های فرهنگی است. As you know, I have been across the Gulf that you call Persian and they call Arabian. Why do you call it Gulf? You have been to school, haven't you? Yes. What was the name that you have read during your school days? Persian Gulf. All right. سازمان ملل در چندین نوبت در بیانیه‌ها، اصلاحیه‌ها و مصوبه‌های گوناگون نه تنها بر رسمی بودن نام خلیج فارس تأکید کرده، بلکه از هیئت‌های بین‌المللی خواسته که در مکاتبات رسمی به ویژه در اسناد سازمان ملل از نام خلیج فارس استفاده کنند.